سلام، با بخش دوم پارت 4 در خدمت شما هستیم. قسمت تولپس ها. این فایلی که ایجاد کردیم رو میخوایم تولپس های ساده رو باهاش کار کنیم. ببخشید. و اینکه اگر طولانی داره میشه ویدیو من فقط این رو اجرا میکنم، بقیه رو میذارم واسه قسمت بعدی. اینا که 3 بودی. خب، بخش اولی که ما باش سر و کار داریم متریال ستاپ چیه؟ همون قطر قطعه کارمون رو میتونیم اینجا تنظیم کنیم، پوزیشن ایکس ایگرگمون رو، متریال سورفیس، همون چیزهایی که توی قسمت مدل و اول داستان میسازیم، قطعه کار رو میخوایم به وجود بیاریم. اینجا جاب سایز، اگه من اینو الان بزنم واردش هم فکر نکنم میگه چون این بازه. این همونه دقیقا. گپ ابوو مدل، مثلا ما الان میخوایم یه چیز باریک برش بزنیم دیگه. یه 16 میل هم زیاده. این طرحی که ما داریم میبینیم در حد 3 میله. باید روی پلی وودای 3 میل اجرا بشه. به نظر من خیلی باریک. گپ ابوو مدل خب مشخصه. ببین اون خطی که این وسط میبینیم مدل ما. الان از 3 میلی که ما داریم وقتی اینجا بذاریم 1.4 بالا خالی داریم، 1.53 پایین. و دستگاه اگه بخواد این رو برش بزنه میاد این فضا رو خالی میکنه، اینجا اجرا میکنه، دوباره زیرش این حجم میمونه. معمولا همه از این بالا میذارن و قطعه کارشون هم به اندازه چیزی که میخوان اجرا کنن. معمولا اینه. بعد زد گپ چیه؟ این توی آرت کم همون سیفه، زد سیف همچین چیزی بود. وقتی قطعه کارش تموم میشه حدود 5 میل فاصله میگیره که موقع جابجایی اینا نخوره به قطعه کار و آسیب و اینا وارد نشه. برای اون اینم که هوممون 0 و 0. این از این تنظیمات اولیش. حالا ما میخوایم ببینیم که به چه شکلی باید این برش بدیم. اول من برم عکسشو بیارم. خب اول این مستطیل قهوه‌ای که یک برش کامل، میایم چیکار میکنیم؟ اینجاست. میایم بخش پروفایل تولپس. پروفایل تولپس حرکت روی خطوط هست. خب حالا یا از خارج خط یا داخل خط یا روی خط شروع به برش زدن میکنیم. چیزی که ما اینجا داریم، خب قطعه کارمون 3 میل. میزنیم آقا 3 میل برش بده. اگر صفحه دستگاه شما نوسانی داره، یعنی کامل صاف نیست، میتونیم مثلا اینو بدین 3 و 1، 3 و 5 یا عددی که میخوایم کامل برش بده دیگه. مثل دستگاهی که اگه فیکس دستگاهتون که مشکلی نداره، با همون 3 قطعه کارتون 3، اینم 3 میل. من معمولا 3 و 1 میزنم که خیالم راحت بشه. سعی کنید حتما خطوط خارجی رو اوتساید بزنین، خطوط داخلی رو اینساید، که دقیقاً اون سایزی که بهش دادین رو به شما تحویل بده. فکر کنید مثلا این الان فاصلهش چنده؟ این هست مثلا 4، حدود 4 میل. خب اگر شما بیاین اینو اوتساید بزنید، بذار بگم اوتساید و اینساید چیه. اوتساید ببینید تو عکس هم نشون میده. اوتساید از بیرون خط حرکت میکنه تیغه کارمون.
این ساید از داخلش حرکت میکنه، آن هم که روی خط حرکت میکنه. اگه شما بیاین این رو که 4 میل بود اوتساید بزنین، مثلا اگر تیغه شما 3 میلیمتر قطرشه، اینجا 3 میلیمتر به فضای شما از این سمت و مثلا حالا این چون حالت دایره داره و از این سمت 3 میل اضافه میشه، یعنی 3 میل اینجا، 3 میل اینجا، 4 میل هم خودش بود، میشه 7 میل. خب این اصلا واسه زمانهایی که مخصوصا این که حالا این احتکار ما باریک هم هست، اگه بخواد بیشتر برش بزنه خیلی شکننده میشه. به این نکته دقت کنید. پس برای طرح‌هایی که داخل یه قطعه هستن از این ساید استفاده کنین که دقیقاً همون سایز مورد نظر رو بهتون بده. این الان گروپه، من باید گروپش رو از بین ببرم. خب حالا میایم تو قسمت پروفایل. و یه نکته دیگه، حتما اوتساید ها رو آخر کار انجام بدین. یعنی من اول بیام اینو یه برش کامل به این بزنم و بعد بخوام بیام داخلش رو انجام بدم، اگر این قطعه فیکس نباشه باعث میشه چی؟ تیغه موقع حرکت این شکل کلا از بین میره. این تیغه میخوره به قطعه کار حرکت میکنه و از بین میره اصلا. حالا راه حلش هم بهتون میگم. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه: اد تبز تو تول پس. تب چیکار میکنه؟ میاد یک سری بخش ها رو نمیبره با پهنا و قطری که شما بهش بگیدین، هر تعدادی هم بخوایم بهش میتونیم. پس تب برای این و قطعه رو فیکس نگه. حالا برای اینکه خیالتون راحت بشه اینو آخر سر بمونید. پس من اول میام چیزایی که اینساید هستن رو اول انجام میدم. اینساید، این عدد اینجا اینسایده، این عدد اینجا اینساید دیگه، این اینسایده، او اینم باید آن گروپ بشه. این هم احتمالاً اینا رو آن گروپ میکنیم که بتونیم دونه دونه کاراشو انجام بدیم. بذارید من اینا رو به این شکل ایجاد قرار بدم که صفحه کارمونم بزرگتر کنم. نیازی نیست شما قطعه کارتون ناقص کنین یا بالاخره به صرفه نیست دیگه شما بخواین جدا جدا همه رو چیز کنین. من این کارو میکنم که شما بهتر ببینید. ولی شما وقتی خودتون میخواین یه کاری انجام بدین سعی کنین تا جایی که امکان داره پرتی های کمتری داشته باشین. خب وای 6 چرا موند؟
این شیفت رو نگه میدارم، کلیک چپ. اینا برای من اینسایت هستن. اینو بعداً بهتون میگم جریانش چیه. خب بعد سوراخش هم که کامل میخوام قطعه کارمون کامل پرش بخوره دیگه. اینسایت تبی که نیاز نداریم. رمپ حالت ورود تیغه و حالت برششه، یعنی به جای اینکه مثلا این تیغه مستقیم اینجوری بیاد با زاویه میاد. خب برای اینکه فشار به تیغه کمتر بشه، رمپ برای اونه. اینو رو کارهای مثلا ببینید تو عکسش هم نشون میده که میگه آقا من حالت گردون وارد میکنم تیغه رو که به تیغه فشار، یه مستقیم میخواد عمود فشار بیاره. مثلا اگه یه چوب جنگلی سفت باشه خیلی فشار میاد به تیغه. حالا ما یه چیز 3 میلی اصلا ارزش نداره. تبم که گفت یک پل هاییه که قطعه رو فیکس نگه داره. پروژکت تول بس تو 3D مدل، خب این بعدا موقع 3D بهتون میگم. اینساید قطعه رو نگفتم، ببخشید این حواسم نبود. دو تا گزینه داریم، ادیت و سلکت. ادیت که چیزی که قبلا انتخاب کرده بودیم ادیت میکنیم، این که من حالا قبلا چیز مناسب اینجا نیست. سلکت رو میزنیم. اند میل ها رو داریم، بال نوز ها رو داریم. اند میل تخت، نوک تیغه تخته. بال نوز حالت گرد داره. ویبیت ها رو داریم که برای حکاکی ها استفاده میشن. فرم تول قطعات برای فرم دادن، برای شکل دادن رو داریم، حالا مدل های مختلف داره. اینگریوینگ برای حکاکی های ظریفه و بقیه‌اش هم همون تکراره، حالا با عددهای مختلف. اینا این چند، اینجا میلیمتر. من اینجا مثلا میزنم یه چیز باریک میخوام، 3 میله. قطعه کارمون ظریفه، خیلی ظریف. میخوایم برش چون انجام بدیم، به نظرم اندمیل تخت مناسبه حالا واسش. حتی چون قطرش کمه با این هم میتونیم، با این گریوش هم میتونیم. حالا اندمیل 1 میل مثلا میزنم. دیامتر قطرشه که تو تصویرم با دی نشون میده، اینجا هم دی داره. میتونین دستی هر عددی دوست دارین با توجه به تیغه‌ای که رو دستگاهتون وصله بدین. این شماره طول اون سیوی که میکنین میتونین با این شماره، مثلا تیغه شماره 2 مثلا. پس دپس داریم و استپ اوور. پس دپس چیه؟ پس دپس میگه که تو هر مرحله من چقدر برم پایین. مثلا میخواین شما 1 سانتی متر یعنی 10 میل مثلا برش بزنید. خب حالا واسه ما اینجا 3 میله، 3 میل میخوایم برش بزنیم. برای اینکه فشار به تیغه نیاد و پله به پله بره پایین، مثلا این 3 میله میگم آقا واسه من 1 میل، هر دفعه‌ای که میری پایین 1 میل بگیر بیا بالا، دوباره 1 میل برو. این است استپ اوور یا همپوشانی. استپ اوور یا همپوشانی چیه؟ این باید تصویر بهتون نشون بدم. همپوشانی یا استپ اوور اینه که مثلا الان 25%، میگه آقا خب این تیغه برای خودش یه پهنایی داره دیگه، مثلا حالا اینجا 1 میل. خب این 1 میل که پهنای خود تیغه هست، میگه دفعه بعدی 25% از این 1 میل رو دوباره تکرار کن. خب ببخشید 25% تکرار کن، نه 25% فاصله بگیر.
حواستون. یعنی الان شما 1 میله این 0 و 25 فاصله میگیره و خط بعدیشو بغلش میزنه. معمولا 25% اگه بکنین یا 20% اگه بکنین خیلی طولانی میشه کارتون. من معمولا میگم اینو 80 بذارین، یه سریعتر کار انجام میشه، میدونی. و از نظر نرمی و تمیزی کار خب اونجوری خب خیلی نرمتر و تمیزتر میشه اگه این عدد کمتری باشه، ولی خیلی رو زمان تاثیر داره. اسپیندل اسپید چیه؟ این سرعت چرخش تیغتونه، تیغه دستگاه. حتما میلیمتر بر دقیقه باشه. فید ریت که سرعت حرکت و پلاگین نفوذه. این عددهایی که دست خودتون انتخابش، ولی حتما به این که به تیغتون آسیبی نزنه، فشار نیاد توجه کنید. 18,000 خیلی زیاده، برای 16,000 هم زیاده. تیغه 3 میل این دیگه قطع کارمون. من با مثال میزنم. پس این شد از این. اینجا همه رو گفتیم. اپلای و سلکت. خب و کلکولیت رو میزنم. یه اسم من میتونیم واسش انتخاب کنیم. مثلا می‌نویسم اینسایت. خب این پیغامی که میده، ببین پیغام ها رو هم دقت کنید. اسپایر پیغام میده، اجازه ادامه کار به شما میده ولی به شما میگه. خب اجازه ادامه کار بهتون میده، میگه که آقا یکی از اینایی که انتخاب کردی بازه و اینو باید ببندی برای اینکه من این کار رو انجام بدم، چون به بقیه قطعه ها مربوط میشه. اوکی که میزنیم اینو میگه 2 تا اوپن وکتور داری، 2 تا باز. و ارور آخر چیه؟ ببخشید. ارور آخر اینه که میگه که شما داری 3.1 میل برش میزنی ولی قطع کارت 3 میله. اوکی. الان ببین 12 رو زده، اینا رو زده، اینو زده، 6 رو نزده. چرا؟ 6 بازه. 6 باز، خیلی هم باز. خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید 6 رو جداگونه انجام. خب 6 رو انتخاب میکنیم، میایم تو قسمت تول پس، همون چیزایی که تنظیم کردیم هست، اسمش هم میذاریم 6 اینسایت که یادمون باش. کلکولیت. اوکی انجام بده برام، اب نداره. و از اینجا حتما زوم کنید. بعد از هر تول پسی که میگیرید این خیلی مهمه، این قسمت پریویو، نشون دادن کار. از پایر هر اتفاقی که رو قطعه کار میفته رو نشون میده به شما. یعنی یه وقت الان دیدیم از 3.1 زدم، 3.1 میزنی ولی روی این وقتی پریویو میکنی برش کاملی که تو میخوای رو انجام نمیده. مطمئن باش توی دستگاه هم همین اشتباه اتفاق میفته. خب پس به این توجه کن. اگر تو اسپایر برش کامل انجام نشد حتما تنظیمات رو جوری کن که انجام بشه. علتش هم نمیدونم چیه حقیقتا، ولی در عمل این اتفاق خیلی به نظر من چیز خوبیه که نشون میده کامل چه اتفاقی قرار بیفته. خب قسمت پریویو چی داریم؟ میگه آقا رنگ اون قسمتی که واسط برش میزنم به رنگ همون متریالت باشه. آره. گلوبال چیه؟ گلوبال میتونی یه رنگ دلخواه، مثلا اون قسمتایی که برش میزنی الان میخوای برام نشون بدی سیاه کن، قرمز کن، هر رنگ.
حالا ما بذارین رنگش رو زرد کنم که ما ببینیم. انیمیشن پریویو فیلمش رو بهم نشون بده، دراو تول تیغه کار رو هم نشون بده. اینم سرعتشه، سرعت فیلمی که میخواد نشون بده به ما. و پریویو آل تول پس ببینید سرعتش هم باید این دایره دور بعدی رفتیم بالا، ببینید تیغم داره حرکت میکنه و این است. من فکر کنم اینجا رو حتی میتونیم چیزترش کنیم، یه ذره چی میگن جوندارترش کنیم که بمونه. و کیفیت تولپس اینم خیلی مهمه. بذارید ما ببینیم کیفیت تولپس رو کجا نشون میده. توی قسمت تولپس پریویو سیمولیت کوالیتی، این حتما کیفیت بالا بذاریم. تو حالت استاندارد سریع هست، به دستگاهتون کمتر فشار میاد اما جزئیات رو به شما نشون نمیده. یعنی مثلا شما یه طرح 3 بعدی میخواین انجام بدین، اون کوالیتی، اون تصویر واقعی که اتفاق میفته رو به شما نشون نمیده. من مثلا شده با حالت استاندارد یه تولپسی رو گرفتم، یه طرح 3 بعدی بوده، دیدم متوجه نبودم رو استاندارده، دیدم که رو تصویر داره به من چیز خط و خطوط هایی نشون میده که مثلا رسم نکرده بودم و اصلا شکلم به هم زشت کرد. اتفاقی اومدم کیفیت رو بالا بردم و دوباره انجام دادم، دیدم تمام اون نویزها از بین رفت. اینو داشته باشیم بفهمین داره چی میشه. خب من یک مشکلی توی این دیدم، از اینجا متوجه شدم این نباید اینجوری باشه. عکسو که میارم ببینید این قسمته، این باید به این وصل باشه. اینو وصل میکنم دوباره ادامه شد. خب میخوایم اینو وصل کنیم از اینجا به اینجا، میخوام یه ذره محکمتر هم باشه. از اینجا به اینجا یه درسایی هم که گرفتیم رو تکرار کنیم. میایم توی تریم این قطعه ها رو میبریم. اوکی. مجدداً تو قسمت 6 این رو سلکت میکنیم. ببخشید اول اینا رو جوین میدیم به هم. حالا اینو سلکت میکنم و شکلش اگر درست نیست به خاطر اینکه دفعه قبل به اون صورت انجام شد. شما ریست پریویو رو میزنین و دوباره حالا پریویو آل تول پس داره، پریویو سلکت تول پس هم داره. به این شکل اون 6 رو فقط به شما نشون میده. اوکی. و بعد از انجام این کار توی اسپایر به این حالته که شما میتونین با کلیک روی قطعه جدا شده اون از تصویر پاک کنید. دابل کلیک. ببینید عالی. اینم آل تول پس هم بذاریم که بقیه هم به ما نشون بده. سرعتش هم زیاد کنیم سریعتر بره. خب این 12 هم همینطور. ببینید اضافی ها رو برای شما پاک میکنه. اینجا مثلا این خورده ها رو میتونیم کامل جدا نشد، ریز زیاد واردش نمیشه. برمیگردیم. خب این ساید ها رو گرفتیم. میریم سراغ چی؟ اوتساید ها. اینجا یه اوتساید اینو داریم. یه اوتساید اینو داریم. البته بذارین اول
اینو انجام بدیم، بعد بریم سراغ اوتساید. اینو میتونم جدا کنم. میخوام که خط بیرونش شیفت کلیک چپ، شیفت کلیک. خب میخوام این خط بیرون آره شد. خب خط بیرون نباشه. خب چرا اینو اول میخواستم اول، چون تو قسمت پروفایل تول پس بودیم گفتم اینساید اون ساید و اینساید اوت ساید رو بگم، بعد برم ولی دیدم که خب نظمش به هم میخوره. این کلوز میزنیم. یه گزینه داریم به اسم ویکرو یا اینگریوینگ تول پس. این ابزار از ابزار ویبیت استفاده میکنه. اینو صفر بدین. خب چون ما فقط میخوایم سطحی اینو بتراشیم. البته قطعه کارمون 3 میل کامل. شما مثلا میتونید بدین 1 میل، آقا 1 میل اینو رو داخل. ولی یه نکته خیلی مهم توی ویکروینگ، خیلی نکته مهمی، بذار اینو گروپ کنم از دست نره. خب ببینید قطعه کار شما، یه صفحه سفید بیارم، این نکته رو دقت. قطعه کار ویبیت چیه؟ اینه. خب چی شد؟ اوکی آقا همین. اینو برای من میرور روی خودش میرور کن. سنتر نماد حالوش. ببخشید رایت. مثلا فواصل مساوی باشه که هیچ. فکر کنید این قطعه کار ویبیتتون. خب و تیز باشه نکش. چی شد؟ ببینید این قطعه کار ویبیتتونه. خب به این نکته خیلی دقت کنید. ما یه خطی داریم به این شکل. خب فکر کنید این خطی که الان رسم کردم قطعه کارتونه. شما میخواین 1 میل برین داخل. اینو موو میدم. ایگرگ -1. خب 1 میل رفت پایین. 1 میلی که رفت پایین، قطر قطعه کار چقدر وارد صفحه شده که این 1 میل رو نفوذ کنه. به این خیلی دقت کنین. چرا؟ ببینید 1.4 رفته تو. چرا دقت کنین؟ یعنی 1.4 رفت تو. اگر اینجا موقع برش 1.4 بره پایین، به خط بغلی برخورد نکنه. این رو باید حواستون باشه. اگر برخورد کنه کامل طرحتون از بین میره. الان 3 میله. اینجا اوکی. داخلیش هم که 3 میل. خب اینو حتما در نظر باید بگیریم. این نکته مهم ویکروینگ بود. خب 1 میل عمق فلت دپس رو روشن کنید. ببین اینو نزنین، این اتومات خودش با توجه به قطعه کارتون یک مقداری نفوذ میکنه. خب این فلت رو بزنین، مثلا بهش بدین 1 میل.
فرقی نداره، با هر جوری که خودتون دوست دارین. من مثلا میدم، معمولا عددشو میدم. 1 میل، حالا 1 میل هم کمه. باید چون اگر ببین الان من پلکسی حساب پلیوود پلیوود 3 میل حساب کردم. اگر چوب MDF باشه، اگر MDF روکش دار باشه، اینا رو باید دقت کنید چون خود روکش 1 میل میگیره. خب خود روکشه 1 میل میگیره، پس اون مثلا باید بیشتر اضافه کنیم. این حالا من در حد اینکه یه خطی بندازه 1.5 میکنم اصلا. بعد سلکت تول داریم، میایم اینجا ویبیت ها، ویبیت حالا 60 درجه 90 درجه میتونید دستی بهش بدین، مثلا بیا اینو بکنید 30 درجه. اون چیزی که گفتم، اون نفوذی که گفتم، این درجهش رو باید رسم کنیم واسه خودتون ها، حتما بهش دقت کنید. من یادم رفت اون رو انجام بدم. مثلا اینجا حالا قطع کار 6 میله، 6 میل خیلی زیاده واسش، باید دقیق رسم کنیم اگه میخوایم. 6 میل 60 درجه. بذار من این درست رسم کنم. اسکیل خود قطعه پهناش بشه 6 میل. خب الان یعنی از اینجا تا اینجا 6 میل و زاویه این بین چقدر بود؟ مثلا 60 درجه. خب بذار من این اصلا حذفش کنم. یه مروری هم به سرفصل‌های قبلی میشه. ببینید ما اینجا این نقطه کلیک میکنیم، مثلا میخوایم این زاویه رو بگیریم، یه زاویه هم از این ور بگیریم که بشه چی؟ 3 6 تا 18 تا دیگه، 3 تا 60 درجه بشه که اون وسطیه رو به دست بیاریم. 60 درجه به طول حالا مثلا 5 میل. خب این اینجا شد 60 درجه. یه خط دیگه از این ور رسم میکنیم، اینم منفی خب الان این که 90 درجه است. خب نسبت به این خط افقی دیگه، خب 60 تا 60 تا تیغمون 120 تا، این باید 120 باشه. اینم 120 طول حالا مثلا 6 میل. خب این وسط اون شده 60 درجه. حالا این تیغمون هم رسم میکنیم، این موس رو میارم اینجا، این خط رو به من میده، خط مرکز. حدودی حالا دیگه کج شد، ببخشید. خب اینو جوین میدیم، کلش باید بشه 6 میل. چک سایز 5 میله، این 6 میل. خب اوکی، اینو باید ببینیم وقتی که 1 میل به خط ما نفوذ کنه،
چقدر از پهناش وارد میشه. این موو اینم منفیه. 1.5 زده بودیم. منفیه 1.5 ایگرگ. خب عالی. حالا میریم توی متر. از اینجا به اینجا چقدر شده؟ 1.7. خب 1.7 یعنی این وقتی به این 1.5 نفوذ کنه، یک و نیم میل نفوذ کنه 1.7 پهنا ایجاد میکنه توش. خب 1.7 پهنا ایجاد میکنه یعنی چقدر؟ 1.7. ببینید اینجا میشه. این رو باید محاسبه کنین، مخصوصا توی حالا بعداً که بهتون میگم تو عکس و اینا این نفوذ و اینا خیلی مهم میشه، باعث میشه شکل دفرمه بشه، به هم بریزه. خب اینو سلکت میکنیم، همه چی اوکیه. این 1.7 پهنا ایجاد میکنه با عمق 1.5 که خب با 3 میل فاصله داره خطوطمون هستم. اوکی پس اینم سلکتمونو تیغه 60 درجه با قطر همین 6 میل. حالا شما اگه کمتر دارید میتونید کمتر استفاده کنید. من معمولا برای طرح‌های ظریف مثلا 30 درجه میزنم. این خیلی ظریفه. اینا رو که گفته بودیم. پس دپس یه نکته، ما عمق نهایی کار دادیم 1.5 میل، درسته؟ پس دپس ما اگه 10 میل هم باشه این باز همون 1.5 میره. حواستون به این باشه. پس دپس ها خب اون عمق نهایی ارجحیت داره تحت هر شرایطی به تنظیمات نوع حرکت تیغم. یعنی اون 1.5 و یه ضرب 1.5 میگیره وسط. ما اینجا مثلا 1 بزنی تو 2 مرحله میگیره. خب اینجا یه جایی هم میم میسه، من حالا اگه چشم افتاد میگم کجا. مثلا شما اینو میزنین پس دپس 1 میل 1 میل میگه تو چند مرحله طول میکشه که اینو انجام بدم. استپ اوور اینجا خودش کلیرنس هم داره، یعنی همون حالت برخورد نکنم به هم و همه چی اوکیه. حالا اینا رو میتونین دلخواه عوض کنین. میلیمتر نیست مگه؟ میلیمتر دیگه. سلکت و کلکولی پروژکت. این تو 3D مدل که نیازی نداریم اینجا و این رو برای ما انجام میده. پریویوش هم پریویو سلکت تول پس برای ما اینجا نشون میده. اون رنگ زردی که میگفتم اینه. اینا چون برش کامل بودن دیگه کامل برش خورده دیگه. این داره به اون میگه که چجوری. حالا مثلا من بیام اینجا اینو بکنم متریال کالر، ببینید به این شکل میکنه، دقیقا رنگ چوبونیشون. این بود از ویکر. حالا تو پروژه های پیچیده در بعداً انجام میدیم، قسمت های بعد بهتر متوجه میشیم. این سراغ اوتسایدا. این دایره داشتیم، شیفت کلیک چپ، این چارت رو داریم، اوتسایدن اینا رو داریم، اینو داریم و این. دوباره کلوز، برمیگردیم توی پروفایل، همون 3 و 1 باشه چون برش کامل میخوایم انجام بدیم. این بار اوتساید میدیم. خب شوفی کنید الان مثلا بیام اینساید بدم، دوباره به اندازه قطر تیغه میاد داخل و سایز کار ما به هم میرسه.
اوتساید اینه که دقیقاً سایزی که میخوایم رو بهمون تحویل بده. اوتساید تب هم همین الان انجام میدیم. بهتون میگم تب چیه. خب ببینید گفتم یک پلیه که با قطعه کار اصلی میذاره باقی بمونه که اون قطعه کار نپره از جاش و کامل بتونیم انجام شد. مثلا 1 میل پهنا و 1 میل قطر ادیت تبز رو میزنیم. هم میتونیم به صورت اتومات خودش انجام بده، هم میتونیم به صورت دستی. خب تعداد تبا معمولا 2 تا کافیه. خب اد تبز رو میزنیم. میبینیم که برای هر قطعه 2 تا تب قرار داره. از این کوچولوها که اصلا نیاز نیست. ببین موس رو که میارم روش یه علامتی میاد. کلیک چپ کنم این پاک میشه، چون برای کوچیکا نیازی نیست. اضافه هم به همین شکل هر نقطه‌ای بخواین میتونین بکنین. زوم کنم اینجا که تب داره اون شکلش عوض میشه، یه زبدر زیرش. پاک میکنیم، پاک میکنیم، پاک میکنیم، دوباره اضافه میکنیم هر جایی که بخوایم. خب جاشون هم میتونیم با نگه داشتن موس تغییر بدیم. همین اینو به جای اینکه یه تک بزنم حذف شه، خب روش نگه میدارم. ببینید داره با موس حرکت میکنه. اگه تو تصویر مشخصه بذار من زوم کنم. ببینید یه لکه قرمز میبینید داره حرکت. خب این یه تب اینجا، یه تب اینجا. معمولا روبروی هم من نمیذارم، اینجوری میذارم که از همه سمت نگه، مثل این نگهش. اینم دیلیت آل هم بزنید همه رو حذف کنید دیگه. فریز تب ات ماشین استارت پوینت، یعنی اون قسمتی که ماشین شروع میکنه. مثلا این تیغر میخواد الان از اینجا شروع کنه، همینجا رو نمیگیره، همینجا رو استاپ میره. 1 میل در 1 میل میره، ادامهش رو میره و برمیگرده اینجا. این کلوز. پس تب ها هم که گفتیم. رمپ واسه این طرح حداقل نیاز نیست. اسموس معمولا اسموس میذاریم نرم حرکت کنه، یا اسپیرال. زیگزاگ هم دیدم خیلی هم میذارن. معمولا اسموس به نظر من از همشون بهتر، با یک حال زاویه ای وارد میشه. تو عکس هم نشون میده. و چوبای سفت و محکم و همه چی اوکیه. تیغم که اند میل 1 میل گذاشتم. 1 میل 1 میل ورداره. 80% 50% مثلا استپ اوور و سلکت. یعنی که اوتساید همه چی ظاهرا اوکی. اسمش هم میذاریم اوتساید که اوکی. بخاطر میگه که قطعه کار 3 میله، تو 3 و 1 داری میبری. اوکی مشکلی نیست. حالا میه پریویو آل تول پس. ببین به ترتیب هم نشون میده. اینساید 6 که مشکل داشت، وی کرو و اوتساید. حالا میایم چیکار میکنیم؟ این اضافی ها رو حذف میکنیم. یک جا برش نخورده، این نکته بود. همون مشکلی گفتم خیلی وقتا پیش میاد. ریست پریویو یک جایی برش کامل انجام نشده، واسه همین وقتی اینجا کلیک میکنین برش رو نمیزنه. حالا اون کجاست؟ اینجاست.
حدس میزدم اینجا هم داره. ببخشید ما خودمون تب گذاشتیم. اوکی، خودمون تب گذاشتیم. حالا برای اینکه اینو ببینیم، حالا من میام تب رو ور میدارم، منظور یادگیریش بود. تب رو ور میدارم، دوباره کالکولیت میکنم. اوکی، ریست پریویو آل تول پس. ببینیم. بله عالی. این وسطی هم نیست. بله این به این شکل، اینا هم که به این شکل. و این است. و اینطوری میتونیم یک پروژه رو انجام بدیم. حالا بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، این با کلیک چپ تو نمای سه‌بعدی تریدی ویو میتونین رو بچرخونید. خب ببینیم چی جوریه وضعیتش. با فشار دادن غلطک موس به پایین هم میتونیم تصویر جابجاش کنیم. خب تا اینجای کار پیش اومدیم. تولپس پروفایل تولپس و ویکرورش رو انجام دادیم. اینجا گزینه‌ای نبود برای پاکت اینو میشد پاکت کرد، ولی خب ویکرو زیباییش به ویکرو کردنش بود. حالا مثلا من بخوام یه بهونه‌ای بشه، مثلا من پاکتم انجام بدیم. این دایره‌ای که اینجا داشتیم مرکزش رو بهمون بده. خب پاکت چیه؟ پاکت میاد درون یک شکل رو برای شما حالت پلکانی ایجاد میکنه. یه پله مثلا میتونی بری پایین توش، خب توش رو یه حالت خالی میکنه. مثلا من اینو کشیدم، اینو پاکت میکنم. کل قطعه ما 3 میل، مثلا آقا نیم میل، 1 میل، یه حالت قوسی میخوایم توش ایجاد بشه. مثل فکر کنیم مثلا یک میزیه، یک میز مزه دیدین، میخوای یه جای لیوان توش ایجاد کنی، با پاکت انجام میشه. اینو ریموو میدم، سلکت. پاکت رو معمولا با بالنوز بزنیم که این البته اینچه بریم پایین که نرمتر بشه. 1 میل. حالا تنظیماتش سیخ نمیدم. بالنوز و رستر و آفست. این نحوه حرکت تیغه دستماست. رستر حالت رفت و برگشتیه، آفست چرخشیه. سلیقه‌ایه. معمولا من بیشتر برای اینکه نرم باشه و زاویه های کنجا رو بگیره آفست استفاده میکنم برای طرحهایی که قوس داره، و اگه مستطیلی طرح تو با همین بهتر. اینا چون بعدا میخوام حذفش کنم زیاد اسمم روش نمیذارم. کلکولیت. این هم قطعه کار ما بود. پریویو سلکت تولپس. ببینید این حالت رو توش ایجاد کرد. ببینید به این شکل. خب این است. حالا این مهم نیست، اینو میخوام حذفش کنم حقیقتا.
الان مربوط به این تصویر نیست. کلوز میدیم بعد از اینکه تول پس رو گرفتیم. پس کلوز میدیم و میایم قسمت میخوایم اینو انتقال بدیم به ماشین CNC. میایم تو این قسمت سیو تول پس. تو قسمت سیو تول پس که اومدیم 3 تا گزینه بالا داره. سلکت تول پس، اون تول پس هایی که انتخاب میکنین رو میتونین جی کد بگیرین ازش. برای انتقال به ماشین CNC با جی کد ما کار میکنیم دیگه. اونایی که سلکت شدن رو بهتون میده. ویزیبل تول پس تو وان فایل، این چیز خیلی کار راه اندازیه و اما به شرط اینکه تمام کارهایی که روی این متریال انجام شده با یک تیغه بوده باشه و نیاز به تعویض تیغه نباشه. خب چون حالا ما اینجا ویکر و وسط کار داریم نمیتونیم از این استفاده کنیم. با یه حرکت کل کار انجام میشه. این تیغش ویکر تیغش فرق میکنه دیگه. ویزیبل تول پس تو مولتی فایل، خب همه رو دونه دونه وسط جی کد میگیره و اونهایی که گروپ ور پاسیبل یه اونهایی که ممکنه رو گروه کن. اینجا الان ما فکر کنم اینساید اند میل 1 میله، اینساید اینم 1 میله، اوتساید هم اند میل 1 میله. همشون اند میلن. اوکی خب اینا میشه، فقط ویکرو نمیشه. حالا ما که دستگاه نداریم، انتقال مستقیم دستگاه نداریم، میذاریم دسکتاپ. پست پروسسور خیلی چیز مهمیه، بستگی به دستگاه شما داره. من خیلی جا از پیجای خارجی دیدم از جی کد آرک استفاده میکنن، ولی توی ایران معمولا همین جی کد میلیمتر ساده دیگه از این استفاده میکنن. بعد اگر گزینه مورد نظر شما رو نداشت، شما میتونید از قسمت اد پست پروسسور و قسمت این به اضافه که اینجا داره، این همه آپشن داره. بعد 4 محوره داره، روتاری داره. میتونین از اینجا جی کد مورد نظرتون رو انتخاب کنین و سلکت کنین. ما جی کد میلیمتری TAP فایل جی کد میلیمتری سیو تو هست. دسکتاپ یه نیو فولدر هم باز میکنیم، مثلا می‌نویسیم مینیمال کلاک، مثلا میریم اینجا سیو، اون زیر نوشته این سایت و فلان هست. خب حالا این پوشه رو که الان ما باز کنیم میبینیم که متوجه شدم اون اسمش رو الان درست میکنم. سیو تول پس اینجا بنویسیم مینیمال کلاک، یک اسمی همینجوری واسش میذاریم، سیو میکنیم. کاش قبلی ها رو حذف میکردم. خب این پروژه ما مینیمال کلاک اینساید ویکرو اوتساید. به این شکل برای ما پوشه بندی کرده. متوجه شدم چی شد. یه لحظه حواسم پرت شد. توی قسمت اینسایدایی که داشتیم، همین 6 همین اولی
جفتش پروفایل تولپسی بود که اینساید بود دیگه، داخل خط حرکت میکرد. اومد چیکار کرد کلاک، مینیمال کلاک 1 و 2 اینساید. ویکر که خب واسه تیغش فرق میکنه و این 4 هم چون اوتساید بود جدا واسه ما زد و ما اینا رو دونه دونه میدیم به دستگاهمون و کاراشو انجام میدیم. میتونیم یک محض احتیاط مثلا میخوایم یه تستی هم بگم، البته خود اسپایر که نشون داد دیگه، ولی اگر شک داریم میتونیم یک مثلا سیمکوی داشته باشیم، اگه تنظیمات سیمکوی من به هم ریخته نباشه. اینساید، این اینساید رو بهش میدیم، بخش بک پیلوت نمیدونم که تنظیمات هم فکر میکنم به هم ریخته. خب این تنظیماتش درست کردم، حالت انیمیشنش هم فعال میکنم. این قسمت اینساید ما بود دیگه، ببینید اومد اینو زد، 12 ما رو زد، 6 ما رو زد و این هم قسمت های. به این شکل میتونید از درستی کارتون اطمینان پیدا کنید. ویکی هم مثلا بهش میدم، جی کداش همه اینجا میاد. سرعتش رو بیشتر میکنم. اگه از این زاویه نگاه کنین، زوم کنین، کامل بهتون تعداد رفت آمدش هم میگه. اگه از این ور نگاه کنم، بله ببینید 1 2 3 4 5 6 10 بار رفت آمد توش. به این شکل میتونید از درستی کارتون هم اطمینان پیدا کنید. خب این تولپس هایی بود که عمومی هستن. تو قسمت های بعدی سعی میکنم مدل های دیگه هم بهشون اضافه کنم. خب و چون تایم زیاد شده میخوام که سریعتر مثلا بگیم چیزایی که بیشتر کاربرد دارن. دریلینگ که برای سوراخ کاریه. کویک اینگریوینگ تولپس، اینگریف های سریع معمولا برای نوشته ها اینا استفاده میکنن. اینو نمیدونم چیه. اسکچینگ کاروینگ تولپس برای تصاویر هستش. اینو میخواستم بگم. چیزای کاربردی ها که همینا، این 3-4 تا. یه گزینه داریم به اسم فوتو ویکر. این فوتو ویکر قبلا یک نرم افزار کامل جدا بود، خیلی هم بی‌کیفیت بود. الان این گزینه اومده توی یک، به جای اینکه این نرم افزار جدا باشه، یک تولپس توی نرم افزار اسپایر. چی جوریه؟ میایم یه عکسی رو اضافه میکنیم، مثلا حالا ما عکس خودمون رو بدیم بنش، ساعت هنوز هست. خب
فوتو ویکرف چیکار میکنه؟ میاد عکس شما رو حالت حکاکی روی چوب بر شما انجام. این گزینه selected vectors رو با هچ اصلا ظاهر خوبی نداره. من همشون امتحان کردم. بهترینشون همین رستره. بهش عمق میدین start depth که از سطح صفرمون شروع کن، max و step over. 5 میل هم خیلی زیاده واسش. به نظر من همون 1.5 میل کافیه. با تنظیماتش میتونین خودتون بازی کنین. کلکولیت. ببین یه عکس فقط بهش دادم. پریویو آل تول پس خودش ببین فوق العاده تمیز انجام میده. یعنی اصلا قابل مقایسه با اون نرم افزار ویکرو نیست. واقعا تمیز چاپ میکنه روی چوب. و اون نکته‌ای که میگفتم نفوذ تیغه ویویت به دستگاه رو حتما حساب کنین واسه این تصویرها میمونه. ببین این هزاران خط داره. خب اگر درست محاسبه نکنین کامل این تصویر از بین میره. و از سیستم کاری اسپایر هم میدیم با رنگ های روشن و تیره است. الان نگاه کنید قسمت سفید عکس رو که این نوشته بود اصلا دست نزده و قسمت های تیره رو عمق بیشتری میده، به قسمت تیره عمق بیشتری میده و قسمت های روشن عمق کمتری. و وقتی هم که این قسمت رو میخواستیم بزنیم دیدیم که نوشته مکس کاروینگ دپس، ماکسیموم و مینیموم داره. یعنی جایی که نیاز نیست و اصلا بهش عمق نمیده. این بود جلسه امروز و جلسه بعدی میریم سراغ مدلینگ تولز و سه‌بعدی ها و بعداً حالا کارش تموم شد برای همین سه‌بعدی ها هم یک پروژه‌ای انجام میدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و موفق باشید.